الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، الحمد لله و شکر له که بر ما و شما الله متعال فرصت عمر نصیب کرد و توفیق هدایت نصیب کرد که ما و شما در درس از درسای عقیده بشینیم و درسایی را که در عقیده توحید است را بشنویم و فکر خدا و اعتقاد خدا مطابق ازی بسازیم و رضایت الله سبحانه و تعالی را در این راستا کسب بکنیم و همچنان شکر بکنیم به الله سبحانه و تعالی که در زمان فتنه ها ما و شما را از وسوسه های شیطانی و از فتنه های خطرناک نجات داد و توفیق نصیب کرد که درس توحید بخوانیم و مخلصانه به بارگاه الله سبحانه و تعالی ایمان خدا جور بکنیم. چرا انسان نمیتونه که برای مستقیم روان شود مگر به توفیق الله، مگر به اطاعت از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. درس امروز ما و شما بحث اول عبادات فکری هست. ما و شما در درس گذشته عبادات گفتیم که 6 قسم است. عبادات فکری هست، عبادات اعتقادی هست، عبادات زبانی هست، عبادات بدنی هست، عبادات مالی هست و عبادات تشریعی. اولش عبادات فکری هست. بعضی از علما عبادات فکری و قلبی را یک جای ذکر میکنن و میگن که هر دوش یک چیز هست، ولی به خاطر از این که ما و شما دقیق تر نقاط بفهمیم مستقل عبادات فکری را علیحده بیان میکنیم و عبادات قلبی را یک جای بیان میکنیم. و او یک قاعده هست که همی تقسیم عبادات به این اقسام 6 گانه این اجتهادی هست و از قرآن و سنت گرفته شده هست، لکن در قرآن و سنت به این شکل تقسیم بندی نشده، عبادات بیان شده است. بنابراین به خاطر از این که شاگردان وقتی که عدد بیان میشه و 6 قسم بیان میشه خوب در ذهن شاگردان این میشینه. گاهی تو می باشه که یک عبادت دو کل چیز بخش های عبادات موجود می باشه. مثلا وقت ما و شما عبادت چیز بگیریم، حج بگیریم، در حج هم عبادت فکری هست، فکر انسان در اونجا کار میکنه، و هم عبادت قلبی هست، قلب انسان کار میکنه، و هم عبادت زبانی هست، زبان انسان هم کار میکنه، تسبیحات و دعاها، و همچنان عبادت بدنی هست، اعضای بدن انسان هم کار میکنه، حرکت میکنن، دست، پای، چشم، کلش. و هم عبادت مالی هست، به خاطر از اینکه مال خدا در حج وقت انسان میره مصرف میکنه. و همچنان عبادت تشریعی است که احکام، اوامر و نواهی الله در این راستا اطاعت میشه. پس در یک عبادت مجموع کل ازی بیان شد، لکن به خاطر ازی که آسان شد از این خاطری تقسیم بندی شده. پس اولیش عبادت های فکری هست. عبادت های فکری کدام عبادت ها را میگن؟ عبادت های فکری عبادت هایی هست که مربوط به فکر و اندیشه میشه، مثل تفکر، تدبر، تعقل، تفقه و غیره. این عبادت های هستند که در این راستا فکر انسان و قلب انسان داخل هستند. الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، یقینا که ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری جنها و انسانها را. این بسیار خطرناک است که الله متعال مخلوقات را بیان میکنه که اینا خلقتشان برای دوزخ شده، به خاطر ازی که اینا بعضی صفات را اختیار میکنن. چون انسان الله متعال عالم الغیب و شهاده هست
انسان‌های را معرفی میکنه که انسان‌ها بعض صفاتی داره که اینا را مستحق دوزخ بسازه. مثل که خلقت از اینا کاملا 100% برای چی شده باشه؟ برای دوزخ شده باشه. ولی اینجا خلقت از این انسان‌ها برای دوزخ به این معنا هست که الله متعال با علم غیب خود در اینا صفاتی را مشاهده میکنه و میبینه، صفاتی را در وجود از اینها معلوم کرده هست که این صفات سبب شده که اینا مخلوقات مخصوص دوزخ باشن. و این به خاطر از این هست که انسان‌ها، ما و شما در وجود خود فکر بکنیم که این صفات در وجود ما پیدا نشه، و اگر در وجود کسی این صفات است تا که میتونه توبه بکنه و استغفار بکنه و رجوع بکنه. الله متعال معرفی میکنه که جهنمی ها، دوزخی ها کدام مردم ها هستن. اینا چند صفت دارن. اول صفتشان لهم قلوب لا یفقهون بها. الله متعال بر از اینا قلب داده، همه چیز درک میکنن، لکن آن چیزی که حق است او رو درک نمیکنن. قلبشان قرآن و سنت درست درک نمیکنن. چرا درک نمیکنن؟ به خاطر از اینکه اینا بی علاقه هستن، بی توجه هستن، بی پروا هستن و حق نمیخواین که درک بکنن. از این خاطر قلبشان مثل مرده هست و خودشان مثل مرده ها هستن. قلب دارن. الله متعال میگه لهم قلوب، قلب دارن و با این قلب خود باید حق درک بکنن، لکن اینا لا یفقهون بها، اینا درک نمیکنن. و لهم اعین، چشم ها دارن، نابینا نیستن، چشم دارن، همه چیز میبینن لکن حق نمیبینن. و لهم آذان، و گوش ها دارن، کر نیستن که کر واقعی باشن، لکن لا یسمعون بها، حق نمیشنون. وقتی برشان حق بیان شوه، برای شنیدن حق وقت نمیتن، برای شنیدن حق خود زحمت نمیتن، وقت هم نمیتن، زحمت هم نمیتن و علاقمند شنیدن حق نیستن. و اگر برشان گفته هم شون او را قبول نمیکنن. الله متعال میگه اولئک کالانعام، این اشخاص پیش الله سبحانه و تعالی به مثابه حیوانات است. بل هم اضل، بلکه الله متعال میگه اینا پیش الله از حیوانات کرده هم اینا گمراهتر هستند، به خاطر ازی که اما حیوان به اساس شعور حیوانی که داره دوست، دشمن، خوب و زشت و بسیاری چیزها را درک میکنه، اما اینا از حیوانات هم بدتر هستند. اولئک هم الغافلون، اینا کسایی هستند که غافل هستند از عقل خود، از فکر خود، از قلب خود، از چشم خود، از گوش خود بر رسیدن بر حق و بر درک حق کار نمیگیرن، قصدن خود در غفلت قرار دادن و این مشکل برشان این میشه که وقتی اینا حقیقت ها را درک نکردن، در اینجا مبتلا به این خطرناک ترین جزا میشن که او جهنم است. امی قسم الله متعال خب آل ما و شما میریم در عبادت های فکری و در قسمت از این که علما چی میگن؟ علما میگن که عقل که است به معنای تعقل و تدبر و تفقه، اینا کس میگن مقر از اینا قلب است. قلب آلت فکر است، قلب. و از این خاطر میگن که مبدأ فکر و نظر در دماغ است، ثم تعقل، باز در تعقل و اکتمال نظر فی القلب، لکن کمال ازی در قلب هست. از این خاطر علما وقتی این مسائل بیان میکنن
که مسئله فکر و مسئله قلب است. از این خاطر علما عبادات فکری را شامل عبادات قلبی می سازند. به هر صورت عبادات فکری اقسام مختلف داره. یکی از عبادات فکری تفکر است و تفکر در لغت و معنای فکر انداختن و فکر کردن و به کار انداختن فکر در یک موضوع می باشه. و علما میگن که در اصطلاح تفکر چی رو میگن؟ میگن شغل العقل ابتداء به امر ظاهر یرید ان یستنبط منه شیئا. میگه او مشغول ساختن عقل ابتداء به یک امر ظاهری که میخوان از او یک چیز را استنباط بکنن. پس تفکر در یک چیزی که موجود هست، مثلا پیش ما قرآن موجود است، پیش ما احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود است، پیش ما مثلا این عالم مثلا این عالمی که ما شما میبینیم، عالم مشاهد، زمین و آسمان، مخلوقات، اینا کل از اینا چی هستن؟ چیزهای ظاهر هستن که برای ما و شما ایره به چشم خود میبینیم. اینا وقتی درباره از اینا تفکر میکنیم، اینا برای ما عبادت فکری هست. الله متعال میگه که الذین، یعنی دلیل از عبادت تفکر در قرآن چی هست؟ الله متعال میگه الذین یذکرون الله قیاما، کسانی که یاد میکنن الله را در حالت ایستاده، و قعودا و در حالت نشسته، و علی جنوبهم و در حالی که به پهلو خفته اند، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض و اینا تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. باز در نتیجه چی میگن؟ که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پس انسان های مؤمن یکی از صفاتشون چی هست؟ که تفکر و تدبر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. این عبادت هست. بسیاری کسا عبادت های فکری برشان گفته نمیشه، یا در عبادت های فکری اصلا بسیاری دوستا خبر ندارن. خوی آیت قرآن این بر ما گفت که و یتفکرون، یعنی صفات مؤمنای واقعی چی است؟ که یکی از عبادات را انجام میدن که او تفکر هست. در چی تفکر میکنن؟ در خلقت آسمان ها و زمین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که همین آیت سرش نازل میشه میفرمایند که لقد نزلت علی اللیلة آیه، میگه امشب بالای ما یک آیت نازل شده، ویل شدت عذاب است لمن قرأها، برای هر کسی که این قرائت بکنه، ولم یتفکر فیها و درباره ازید تفکر نکنه. چرا؟ الله متعال میگه که ان فی خلق السماوات والارض. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم همین آیت میخونه از سوره آل عمران آیت 190. الآیت کلها تکمیل میکنن آیت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این آیت بالای من نازل شد، شدت عذاب هست برای کسی که این آیت بخونه و تفکر نکنه. پس تفکر یک عبادت فکری هست که در ترک از او برای انسان چی هست؟ گناه هست. این از این حدیث شریفی ثابت میشه. دلیلش از اقوال علمای سلف و علمای دیگه اسلام، صحابه و تابعین، اینا چی گفتن و دیگه علما. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما که یک صحابی هست چی میگه؟ میگه رکعتان مقتصدتان فی التفکر خیر من قیام لیلة بلا قلب. اگر یک کس دو رکعت نماز بخوانه که در او تفکر وجود داشته باشه، در هر آیت الله تفکر بکنه، دو رکعت نماز بخوانه، میگه این بهتر است از این که یک کسی تمام شب عبادت بکنه لکن قلبش غافل باشه. یعنی اینجا تفکری است که انسان با حضور قلبی فکرش و قلبش به این عبادت باشه و هر آیت را که میخوانه درباره از این آیت تفکر بکنه. ام الدرداء رضی الله عنها میگه که بهترین عبادت ابو درداء چی بود؟
میگه التفکر و الاعتبار، بهترین عبادت از او چی بود؟ تفکر کردن و عبرت گرفتن بود. و عامر ابن قیس میگه که من از چندین تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شنیدم که اونا میگفتن ان ضیاء الایمان او نور الایمان تفکر. میگه صحابه را شنیدم اونا میگفتن که روشنی ایمان یا نور ایمان چی هست؟ تفکر است که انسان در مخلوقات الله فکر بکنه. و حسن بصری رحمه الله میگفت که افضل العمل الورع و تفکر. میگه بهترین عمل چی هست؟ عمود زهد و تفکر کردن در مخلوقات الله هست، که زاهد باشی و در در مخلوقات الله تفکر و تدبر بکنی. و سفیان ابن عیینه رحمه الله میگفت که تفکر کلید رحمت است. و بشر ابن حارث حافی رحمه الله میگفت که لو تفکر الناس فی عظمت الله ما عصوا الله. میگه اگر کسی در عظمت الله تفکر بکنه باز هیچ وقت نافرمانی الله را نمیکنه. عبدالمجید وعلان میگه که التفکر یزید الایمان فی القلب. این میگه تفکر ایمان در قلب زیاد میکنه و یقویه و ایر قوی میسازه و یرسخ الیقین و یقین خوب راسخ میسازه و یجلب الخشیت لله تعالی و تعظیمه. خشیت برای الله و تعظیم الله را جذب میکنه. علامه ابن جوزی مالکی میگه که هر کسی در عظمت الله تفکر کند به عظمتش پی میبرد و کسی که در قدرتش تفکر کند از توکل مستفید میشه. کسی که در عذابش تفکر کنه از خوف مستفید میشه. ببینید هر چیز یک نتیجه بسیار خوب برای ما میده. اگر در عظمت الله فکر کردی که چه ذات با عظمت است، این مخلوقات بزرگ است، کنین ای آسمان ها، ای بحر ها، ای سیارات، ای نظام شمسی، ای آفتاب، ای مهتاب، مخلوقات با چی بزرگی خلق شدن، این ملائکه و دیگه مخلوقات، بالاخره انسان میفهمه که خالق همه از اینا ذات با عظمت است. و کسی که در قدرتش فکر میکنه میفهمه که الله ذات قدرتمند هست. از این خاطر باز قلب از چی پیدا میشه که به الله بسیار توکل میکنه، چون تمام قدرت همه چیز، زندگی، مرگ، رزق، روزی، حفظ کردن، همه از این قدرت ها مربوط کی است؟ مربوط الله هست. پس انسان چی میشه؟ باز توکلش به الله بیشتر میشه. و اگر کسی در عذاب الله، در عذاب قبر، عذاب جان کندن، عذاب روز حشر، عذاب دوزخ، در این عذاب ها کس تفکر میکنن، اینجا باز چی میشه؟ باز اینجا خوفی که یکی از عبادات قلبی هست این برش پیدا میشه. و کسی که در رحمت الله فکر میکنه که الله چقدر مهربان است، باز اینجا بر ازی رجا و امیدواری پیدا میشه. و کسی که در مرگ و ما بعد آن تفکر میکنه باز خواهشات دنیوی چی میشه؟ کم میشه. و کسی که در گناهش تفکر میکنه خوفش زیاد میشه و نفسش، جانش برش بسیار کوچک معلوم میشه که من چه انسان گناهکار هستم. علامه ابن سعدی رحمه الله میگه که عبادت تفکر، ببینین یه عالم از مفسر قرآن است، تفسیری داره به نام تفسیر سعدی. چی میگه؟ میگه که عبادت تفکر از صفات اولیاء الله و عارفین هست. پس این عالم میگه که عبادت تفکر از صفات کی است؟ اولیاء الله، که اینا الله را خوب میشناسه. این صفات از اینا هست. اولیاء الله کسانی که الله را خوب میشناسن، اینها این عبادت انجام میدن. و عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله میگه که فکرتون فی نعم الله من افضل العبادات. میگه فکر کردن در نعمتهای الله از بهترین عبادات است. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چی میگه؟
فکرة فی نعم الله، اگر شما در نعمتهای الله فکر بکنین، این از جمله بهترین عبادت ها هست. و خطیبی یک عالم دیگه هست و چی میگه؟ میگه عبادت تفکر عبادت است که مردم در این زمان او را چی کردن؟ فراموش کردن. مردم او را در این زمان فراموش کردن.